الرحمن الرحیم سوره ابراهیم شروع میشه. نام این سوره ابراهیم است به خاطر که واقعه ابراهیم علیه السلام در این ذکر شده. از او خاطر واقعه مهم است، از او خاطری را به نام ابراهیم مشهور کرده. این سوره 72 سوره است که قبل سوره انبیا و بعد سوره نوح علیه السلام خصوصا در دوران اخیر مکه بالای پیغمبر علیه السلام نازل شده. ارتباط این سورت قطعی ما قبل در ما قبل الله دلایل عقلی را ذکر کرد بالای توحید و همچنان رد شبهات بالای نبوت پیغمبر علیه السلام هم کرد. در اینجا الله متعال تذکیر میکنه، یعنی یادآوری میده، نصیحت میده به واقعات انبیاء علیهم السلام که در دنیا رخ داده و قوما چی مقابله با پیغمبرها کرده و آخر سرنوشت قوما چی شده، در این تذکیر میده. یا است که در ما قبل صداقت پیغمبر و قرآن کریم بود، در اینجا مقاصد پیغمبر و قرآن بر ما ذکر میکنه که قرآن چی مقصد داره و پیغمبر چی مقصد و هدف داره. این را بر ما واضح و بیان میکنه. الف لام بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را والله اعلم بمراده. کتاب انزلنا، این کتابی است انزلنا که ما نازل کردیم. کتاب عظیم شان است که ما نازل کردیم. چرا عظیم شان نباشه که الله نازل کرده باشه؟ الیک بسوی تو قرآن نازل کردیم. برای کدام هدف نازل کردیم؟ قرآن علی مشخص میکنه لتخرج الناس من الظلمات الى النور، که تو بکشی مردم پیغمبر در مرتبه تبلیغ من الظلمات، از تاریکی بدعت جهل کفر شرک، الى النور بسوی روشنی ایمان هدایت سنت، دی گپا تو بکشی باذن ربهم به حکم پروردگارشان، الی صراط العزیز الحمید بسوی راه او ذاتی که عزیز زبردست و غالب است، میتونه کل گیره یکدم مومنم جور کنه، لیکن بنا بر حکمت و تور نمیکنه، بلکه به واسطه روان کردن پیغمبر تبلیغ و تعلیم باید بپذیره. الحمید که ستایشش کرده شده، نیازمندی نداره برای هدایت مردم. بیازو هم الله متعال مردم چیسته ستایشش میکنه برای خود فایده مردم. کدام حمید؟ الله الذی او ذاتی که له ما فی السماوات در اختیارش است کل آسمان ها و ما فی الارض در زمین است. ملک و مملوک الله است، چیسته عبد و بندگان الله متعال است و مخلوق الله است. و ویل للکافرین من عذاب شدید، هلاکت باشه از برای کفار وقت کافرین که انکار کننده است از قرآن کریم است، پذیرفتن هدایات قرآن کریم. من عذاب شدید، از عذاب سخت برشان هلاکت باشه. کدام مردم است؟ الذین مردمای هستند یستحبون الحیات الدنیا، یک ترجیح میدن محبت میکنن امرای زندگی دنیا علی الاخرت، ترجیح دادن زندگی دنیا را در مقابل آخرت. و یصدون عن سبیل الله، من میکنه مردم از راه الله یا خدا. و یبغونها عوجا، طلب میکنه راه واقعی و راه صاف عوجا کجی و کوری دش پیدا میکنه. اولئک اینمی مردم فی ضلال بعید، در گمراهی خیلی دور از حق هستند. یا تا یک کمی تأمل کار داره. ما پیش گفته بودیم که سوره های مکی همیشه معالجه مسائل عقاید میکنه. چرا؟ به خاطر که مردم در اونجا در شرک مبتلا بود، ذهن سازی شوه تا که ایمان انسان پخته و مستحکم نشوه، آماده به قربانی ها نیست، نه قربانی جان میده نه قربانی ماله، و آماده برای انجام احکام الله متعال هم نمی باشه تا وقتی که در قلب نور ایمان بتابه، بعد از او تمام احکام الله و بسیار خوشی تو در سر میرسانی. اما این ایمان توسط چی تکمیل میشه و توسط چی مستحکم میشه؟ قرآن کریم در اینمی صورت ها برای ما واضح میسازه که یکی از جمله ذرایع استحکام ایمان در قلب انسان تعلق انسان با امرای قرآن کریم است. چرا؟ قرآن کریم کتاب الله متعال یک هدف خیلی بزرگ دنبال میکنه، او کشیدن مخلوق الله از تاریکی ها به سوی چیست؟ روشنی هاست. برخلاف او نظر یا او چیست خیال مردم ما که قرآن کتاب مرده ها و ثواب جور کرده، خیر و خلاص دیگه فقط پوشا برش بکنه، در خانه بگذارشه، کدام وقت او را پایین کنه، یک چند دفعه بوسه و در پیشانی خود بزنه، پس بگذارشه، خیر و خلاص. دیگه از این کتاب الله متعال هیچ بهره نمیورداره، در حالی که هدف قرآن به خاطر ازی آمده که مخلوق از تاریکی ها به سوی روشنی بکشه. انقلاب عظیمی که الحمدلله ما در زندگی خود در این عصر مشاهده کردیم،
هر قدر گسترش عقیده توحید شده و هر قدر مردم آشنایی با عقیده توحید پیدا کرده توسط قرآن پیدا کرده. الله متعال اولین بنیادگذار ترجمه های قرآن که در پاکستان شروع کرده بودن بسیار اجر جزیل نصیب بکنه و بعد از او کسی که اینمی برنامه را حفاظت کرده ادامه داده و بازم ادامه میده، الله متعال یارم اجر عظیم نصیب بکنه و ما و شما هم در زمره ازوا الله متعال داخل بکنه. امروز اگر هر جای روشنی توحید در قلب کسی میبینه اثر اینمی ترجمه های کیست؟ بگه قرآن کریم است. از او خاطر یقینا انقلابی را که در وجود انسان پیدا میکنه قرآن پیدا میکنه. تا وقتی که امی ترجمه ها نبود مدارس موجود بود، شما باور به الله بکنه که مولوی بود ولی مشرک بود. یقین بکو الله قرآن نمیفهمیدن، اصلی مقصد قرآن نمیفهمیدن و قرآن از این نگاه میفهمید که کتابان اینجا چرا مرفوع است، عامل ازی چی است، انزلناه کدام صیغه است و هو ضمیر کدام ضمیر است و الیکه جار و مجرور تعلق به کی بگیره. اینی قسم شما کلی مدارس ببینه اینی گپ بود، قطعا دیگه چیز نبود. هدف و مقصد قرآن که گسترش عقیده توحید و معرفت الله متعال به یکتا پرستی بود قطعا موجود نبود. دیگه از او خاطر از امی سوز قلب به او کسی که امی بنیاد گذاشته ما همیشه دعا میکنیم که الله متعال یار جنت الفردوس نصیبشان بکنه و عالیم دعایی میکنیم که الله متعال ما را از امی خدمت دور نسازه و ما را همیشه در این خدمت نگاه بکنه. هر کسی که در این خدمت تعلقه داره، اگر به کمک و اگر به تبلیغ و اگر به دعوت، به هر نگاه که کسی خدمت قرآن به این سیستم میکنه این بسیار مفید است. تاسف در اینجاست که یک تعداد دوستا تلاش میکردن ترجمه قرآن نباشه، ترجمه قرآن نباشه. من میگم در کابل انقلاب توسط ترجمه قرآن پیدا شده. خب به شرطی که حق قرآن پوره شود. ترجمه قرآن پیش ما گفتیم که قرآن در ذات خود، در تبلیغ خود، در تاثیر خود هیچ نوع کوتاهی نداره، قصور نداره، اما جانب مقابل قابلیتی از این داره یا نداره. یکی حقیقتی که قرآن بیان میکنه او برملا شده یا نشده. ترجمه زیاد میشه، ترجمه چی میشه؟ زیاد میشه. اما کدام ترجمه؟ چه قسم ترجمه؟ او کسی که میترسه که مقتدی ولی نفهمه که در کدام مسلک است، خیلی چیسته نرم نرم واری باز یک گپیتم که بشنوه که باز دوباره از پیش سوال میکنه نه منظورم این نبود، منظورم دیگه قسم است. کلی آیات های قرآن را بیار بچسبان، یا مشرکین مکه بود یا بوتا بود یا یهود بود یا نصارا بود. در جامعه خود یک دانه شرک هم نمیبینه. طوری ترجمه نه، ترجمه که تطبیق شود در معاشره، یک انسان درک بکنه که آیا راستی امی گپ دمه موجود است یا نه، در صدد ازاله امی گپ شود. در این شک نیسته. کوشش ما زیاد به می خاطر است و آرمان ما ایست که روزی در کابل در زمستان یک ترجمه نباشه. روزی فرا برسه که صدها خواهرم در علاقات درسیش پشتر و اشتهارش برای که فلان خواهر ترجمه قرآن داره و صدها برادرها امی قسم در مساجد مختلف اشتهار برای که ترجمه چی داره؟ قرآن داره. الله متعال این آرمان پوره بکنه. انشاءالله پوره شده نیست، ما یقین داریم که الله پوره میکنه و در این آرزو انشاءالله رسیده نیستیم. اونو وقت باز ما میتونیم هر نوع مبارزم بکنیم و گلم بکنیم که چرا فلان گناه میشه فلان گناه نمیشه. حالی خود تعالی را مردم معرفت الله برش نصیب نیسته. یک نیم ما را ناقص بدانه. این ترجمه‌ای که خیلی کم میکنیم خیلی کم ترجمه است. خود در مقابل از این دشمنا بگوی کدام حساسیت ها را داره و چی تبلیغاتی را برام می اندازه. خب ما یقین داریم که الله متعال این نور قرآن اینطور در داخل این مسجد نمیگذاره. انشاءالله شایع میشه، میتابد بسیار. چرا؟ از هر طرف انشاءالله در این مرکز آمده. خب خواستم چیسته که وقتی هدف قرآن کریم ما در سوره ابراهیم میخوانیم که لتخرج الناس، امین نسبت اخراج بکی کرده به قرآن کرده یعنی که به پیغمبر کرده؟ به پیغمبر کرده. قرآن خو چراغ است، در دست بگی مردم را برش روشن کو که مردم روان شوه. اگر تو چراغ در ندادی، کوشش نکردی، تیل ننداختی دایی و ای را از باد و هوا و ای گپا از بارش نگاه نکردی، روشنی به مردم حاصل نمیشه. عالم کسی که حامل ترجمه قرآن است امی حیثیت داره.
به مردم راه را روشن او وقت کده میتونی که تو در مقابل باد و باران استاد شوی، تیل پرتی از خود تم توقع از کسی نداشته باشی، هیچ وقت اتکا به کسی دیگری نداشته باشی، فقط اعتماد سری الله متعال بکنی. امو بقا امکاناتی که در دسترس داری امور در استفاده پرتو، باز بعد از اون نصرتیشه از الله متعال بخوا، باز میفهمی که الله متعال نصرت میکنه تا یعنی من یقین دارم شما یک قدم بگذاری باز نصرت الله متعال شما میبینی که چه قسم میشه. خو چه رقم میشه که ما دمی آمال آرزوی خود برسیم؟ ما 2 نفر باشه، مسجد پر نباشه، 100 نفر نباشه، 500 نفر نباشه، 2 خواهر باشه، موترا 30 موتر نبیه، 2 خواهر و 2 برادر باشه، لیکن یقینا پهلو بزنه برای فراگیری قرآن، برای مطالعه قرآن. اینجا آیت دوباره رفت زانو زد، آیت ها را کل تفسیر کرد، پس خودش ترجمه را تیر کرد، باز یک تفسیر میگیره، از او چی میکنه؟ برداشت میکنه. دسته دیزی میشه که من قطعا من این قرآن یاد میگیرم. خلاصه سیسته که من علم نکردم اما قرآن یاد میگیرم. یک آدم باشه قطعا نه صرف خونده نه نحوه اما قرآن یاد گرفته میتونه. اینی وقت میشه پیش ما معتبر است که امی 2 نفر پس برای یک جای یقینا امی چراغ در بده. 1000 نفر آمده باشه به مجردی که درس ختم شد در یک جای هم روشنی دیده نشود، یک جای گروپ داغ نشود، چی به درد میخوره؟ میخوره؟ نمیخوره. به درد او میخوره که چراغ گل نشود، این تسلسل چی نشود. و یقینا انسان اگر امی اراده را داشته باشه، ما بارها در ختم ترجمه امی گپا را گفتیم، زمانی که من در روز اول در ترجمه قرآن نشستم امی جوش قرآن آنقدر قلب مرا چی کرده بود، اموجه سخت گریان کردم که یا الله این تو روز باشه که در افغانستان درس قرآن باشه، مردم به قرآن نشسته باشه. الله متعال او آرزو را مکمل پوره کرد. چرا؟ از دستی که اونجا اینقدر زیاد ما گرویدی قرآن شده بودم که بیخی طور می گفتم که نه، یگانه چیزی که باید حتما در اونجا گسترش پیدا کنه باید امی باشه. اما الله متعال ما تقریبا 23 سال از فراغتم میشه. در 23 سال انشالله 1 سالم بی ترجمه قرآن نیست او ترجمه قرآن دوام داره الحمدلله. و این احسان بزرگ الله متعال است که توفیق نصیب بر ما میکنه که ما باید ترجمه قرآن بکنیم. اثرات از این را ما دیدم که چه انقلابی آورده میشه، شکی در این نیست. دعوت ها خیلی زیاد میباشه به شکل سمبولیک و به شکل تقریرا، لیکن کدام انقلابه که قرآن پیدا میکنه چیز دیگری پیدا نمیکنه. از امو خاطر توصیه به شما برادرها، به شما خواهرها ایسته سجی را بگذاری بشنوی 2 آیت، زیاد نمیتونی 2 آیت، زیاد نمیتونی 1 آیت، خب 10 دفعه او را بشنو، مطالبش در ذهنت بگنجان، باز یک مجموعه بزرگ بشان و برش گفته برو، از قرآن برش گفته برو. این تو را کسی مانع نکرده که نه تو کل قرآن نفهمیده. این نه، ما 2 آیت از سوره ابراهیم 2 آیتش فهمیدم، همین 2 آیت به مردم میرسانم، دینمی کوتاهی نمیکنم، تشریح میکنم. لتخرج الناس من الظلمات الی النور. الله قرآن روان کرد که پیغمبر میگه که تو بکشی مردم توسط قرآن کریم از تاریکی ها به سوی روشنی. کدام تاریکی ها؟ زمانی که پیغمبر علیه السلام آمد در دیار عرب تاریکی ها وجود داشت؟ بله. آلی حالات عرب 1 دفعه مطالعه بکو بعد از او بری تو واضح میشه. اما قرآن چه انقلاب عظیم در او خطه پیدا کرد کدام بود؟ دور نمیریم، امروز اینجا میم دمی منطقی خود یک کمی نظر مندازیم که اینجا تاریکی ها وجود بود یا نه، در خودی ما موجود بود. اما قرآن گرفت 1 دم روشنی را برای ما آورده. اینی توصیه است، بی درس قرآن نباشه. روزای اول فقط محض ترجمه بکو، خیر از تفسیر هم نکن، از تو مطالبه تفسیر هم نمیکنیم، تنها ترجمه گفته برو. امی تنها ترجمه که به اخلاص بگوی انشالله یک انقلاب پیدا میکنه. باز بعد از او در صده دزی باش که من خامخا تفسیر میکنم. از او خاطر هدف قرآنی نمیست. هدف قرآن مثل که در سوره بقره هدی للمتقین گفته بود، برنامه هدایت است. بس کسی که میخواد که راه درست پیدا کنه قرآن پیشش است، نقشه هدایت برش میده، خلاص برو. اینجا برات میگه اگر میخوای از تاریکی ها به سوی روشنی بری با قرآن رابطه بگی. چرا؟ به خاطر که کتاب عظیم شان است، الله نازل کرده. کی نازل کرده؟ چیزی را که الله نازل کرده و قابل قدر است، خالق نازل کرده، مرضای بندگان خدا میدانه، طریق علاجش هم میدانه. از همون خاطر است که قرآن مؤثر تمام میشه در تمام زندگی. به اذن ربهم. این کلی کارا را کمال تو نیست.
اگر هر قدر انقلاب عظیمی پیدا میشه، این کمالات تو نیست، این کمالات در کتاب الله است که به حکم الله کارا میشه و برای رای او ذاتی میروی که او ذات عزیز است. او را که یک دفعه محکم کردی کسی تو را گشتانده نمیتونه. عزیز زبردست است، او را بریتون نمایان میشه. الحمید، ستوده شده، الله که ستوده شده، یعنی ستایش الله کرده میشه. چرا؟ به خاطر که تو را به ما نشان بده قابل ستایش الله هست. از او خاطر بعد از او صفاتای دیگه شان میگه. اختیارات خو کلش از الله است، کل اختیارات ملکیت و مخلوق کلش از الله متعال است. لیکن وقتی که همه ای گپاره قرآن یک درسی که برای تو میده اینمیسته که تو را قناعت میده که همه اختیارات آسمان ها و زمین پیش کیست؟ پس عبادت برای کی شود؟ الله شود. اینی دعوت قرآن است. از او خاطر میگه که و ویل للکافرین، هلاکت باشه برای کفار، من عذاب شدید، از عذاب خیلی سخت. مراد از کافرین کسایی که انکار کردن از همین قرآن کریم، اعتقادا یا عملا، یا عقیده نکردن بالای قرآن، یا است که عقیده به قرآن داره لیکن عمل سری قرآن نکرد، احکام ازیر نعوذ بالله نادیده گرفت، گفت یا قابل عمل نیست یا مفید نیست، کلشان عذابی بزرگ است. الذین، عذاب بزرگی کفار کیسته که اهمیت قرآن و ارزش قرآن نمیفهمه. قرآن این مرض میگه الذین، امو مردما، این صفات کفار است، لیکن الله متعال بیان به خاطر میکنه که مومنا اینطور صفات در خود پیدا نکنه. یستحبون الحیات الدنیا، یکی ترجیح میدن استحاب، ایره میگه که تو ترجیح میدی، برتری میدی الحیات الدنیا، زندگی دنیا را، علی الاخرت، بالای آخرت. از همون خاطر در تلاش آخرت نیست، در تلاش دین نیست، کل تلاش هم و غم و محنت و کوشششان برای دنیاست. باز دوم صفتش و یسدون، من میکنه نفسای خدا یا مردم دیگر عن سبیل الله، از راه الله. چی رقم من میکنه؟ و یبغونها، طلب میکنه میرای الله را، عوجا، کجی کوری را دیش. دو معنا داره، یعنی اعتراض و طعن میکنه که این طور است، این طور است، مثل که آل دنیای کفر بالای نظام اسلام انتقاد میکنه، وی حق زن نپرداخته، وی چرا دست دوست قطع شوه. یک معنای طلب کجی اینمیسته. دوم و یبغونها، طلب میکنه یعنی در تلاش نظریات خیش هستن. کجی را طلب میکنه در قرآن کریم که نظریه خود تایید کنه از قرآن، آیت قرآن به میل خود یا به نظریه خود چی بکنه؟ ترجمه کنه تا که گپی خود سری مردم بچلانه. اولئک فی ضلال بعید، این مردم ها در گمراهی خیلی دور است. در اینجا الله صفات کفار بیان کرد که ارزش قرآن نمیدانه. مردم های هستن که برتری به دنیا داده، زندگی دنیا را اصل مقصد قرار داده، شب و روز پشتی از این دوان روانه است. الله رحم بکنه. اگر این صفت ماسایی کنیم در مسلمان ها در 100%، 95% مردم اینمی گپ داره. امروز پشتی دلار چقدر مردم چیسته؟ دوان است. چقدر ایمان میفروشه، ناموس میفروشه، عزت میفروشه، غیرت میفروشه، هیچ چیز نمیگذاره. اما به خاطر کمایی دنیا، محبت دنیا چقدر زیاد شده، ترجیح دادن است بالای آخرت. دین هیچ اهمیت پیشش نداره. هر کدامش 60 سال عمر دار از پیش سوال کو که در 6 سال یک روز در کل عمر در کدام درس قرآن ششته؟ نه نششته قطعا. چرا؟ دنیا پیشش اهمیت داره، دین پیشش اهمیت نداره. بسیار مردم ها سوال میکنه، میگم مولوی صاحب ما چی کنیم؟ اول از کدام مولا را قبول کنیم؟ یکی تان یک طرف کش میکنه، یکی تان دیگه طرف کش میکنه. این سوال سری خودت میخوره. خب میفهمی که یک مولا یک طرف کش میکنه، دیگه مولا دیگه طرف، حتما یکیش حق است یکیش باطل است، هر دویش حق شده نمیتونه. تولی دسته پیدا میکنی یا نه؟ مولا خو گناه کرد، اینه یکیش یک طرف کش میکنه، دیگهش دیگه طرف. تو چی کنی؟ تو اینالی رای علاجی تو چیسته؟ اگر در موارد دنیا همی کار شوه، یکی دو طرف کش میشی، تو تلاش میکنی، پرسان میکنی. دو دکتر برات میگه مرضی، تا میگه که اینی طور میکنم، دیگهش میگه اینی طور میکنم، هر دویش در تضاد هم قرار داره. کدامش ترجیح میدی؟ 100 جای پرسان میکنی که کدام دکتر امین است، تقوادار است، دلسوز است، فامیده است و چی است؟ بگوی کارش مؤثر است. 100 جای پرسان میکنی تا که اطمینانت پیدا شه، به مو دکتر میروی. در مسئله دینی چرا همی کار نمیکنی؟ نه فهمیدی که یک مولا یک طرف کش میکنه، دیگه مولا دیگه طرف، و یکیش حق است دیگهش باطل است.
پشتش گشتی که اینالی اگر همی قدر احساس دهی مردم باشه وقت بسیار مردم به هزارها مردم عالی جور شده بود، به هزارها مردم. چرا؟ به خاطری که معلوم میکنه حق بالکل واضح میشه، اما این مردم دین پیشان اهمیت نداره، میگه برو مقصد همونطور یک بیگار واره گپا صورت بگیره. بله این صفت خود کلی مسلمان است. خوب است که دوم صفت پیدا نشود مسلمان ها که منع کردن جان یا مردم دیگر از راه کی باشه؟ الله. خوی صفت در بعضی ملا هاست، امو ملا امی صفت استحباب دنیا هم داره، امی منع کردن از راه الله هم داره. استحباب دنیا را چرا داره؟ امامت محکم گرفته حق پنهان کرده، یک روز به مردم در توحید گپ نزده. چرا که مردم میفهمه که مردم باز مرا چی میکنه؟ میکشه. چی را ترجیح دادن؟ بگوی آخرت یا دنیا را؟ دنیا را. دوم آلی اگر کسی میاید در ترجمه قرآن کریم برش میگه او جنه رو که گمراه میشی، پیر صاحب هم همی گپ میزنه. این صفت دوم پیداست. خو سوم صفت هم دوا پیداست. و یبغونها عوجا، طلب میکنه در قرآن کریم راهای کجا. چی میگه؟ یا که نعبد و یا که نستعین، خواست تو را عبادت میکنیم، اگر کسی را مستقل ندانیم وسیله قرار بدیم پروا نداره. دیستی عوام چی میکنه؟ عوام فریب میده. اون در جای دیگه آیت قرآن است یا ایها الذین آمنوا ابتغوا الیه چیست؟ آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. نمیگه که وسیله اونجا چی مطلب داره. مردم فریب میدنی کلمه وسیله را میاره. این نمیگه، قرآن خودش امر کرده. یبغونها چیست؟ بگوی عوجا. دیگه چی میگه؟ وی دعا را من نمیکنه بعد از نمازا. پیغمبر علیه السلام میگه، حدیث هم چی را ضعیفه، میگه الدعاء مخ العباده، مغز عبادت است. دعا من نمیشه، مردم در تحریک میکنه که راستی مغز عبادت. نمیگه که دعا برا من نمیکنه، با این طریقه خلاف پیغمبر تو انجام میدی، این من نمیکنه، مردم فریب میده. و یبغونها عوجا این معنا را داره. دوم و یبغونها طلب میکنه عوجا کجیره در راه تو، در راه الله. چی رقم کجیره پیدا میکنه؟ میایه سری تو انتقاد میکنه، ولا شما وابیاستی، ولا شما دعا هیچ چیز قبول نداری، خواری پنجم در نکاح قائل هستی، این شما قائل هستی که الله در سر عرش جسم داره. کل تهمت داره. این اعتراضا و انتقادا است. اینمی الله رحم بکنه، اینمی صفتا مکمل دیا موجود است، مکمل دیا موجود است. راه الله را یقینا مردم که قرآن پیشش نمیره به می خاطر تبلیغات از یارا منع کرده. اولئک فی ضلال بعید. الله میگه مردم در گمراهی خیلی دور از حق است. و ما ارسلنا من رسول، روان نکردیم یک پیغمبر الا بلسان قومه، مگر به زبان قومش، لیبین لهم که تمام احکام الله را به لسان قوم بیان کنه که مقصود اصلی هموسته. فیضل الله من یشاء، گمراه میکنه الله کسی را که الله بخواه، یعنی کسی که قبول نمیکنه وسایل و استعداد و امکاناتی که الله برش داده او را در کار نپرتافته. و یهدی من یشاء، هدایت میکنه الله کسی را که الله بخواه، یعنی احکام الله را قبول میکنه، از امکانات کار گرفته. و هو العزیز، الله زبردست ذات است. پس الله غالب است، هر کسی که بخواه هدایت کده میتونه. الحکیم، و حکمت والاست، هیچ کس بدون مصلحت و حکمت گمراه نمیسازه. گمراهی از بنابر حکمت است. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.